بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو آغاز می کنم که نامت زیباترین نام هاست و یادت آرامش بخش دل هاست. سلام علیکم، وقت شما بخیر بینندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما. شما که اهل یاد خدا هستید، یاد خدا رو به شما از سامرای شریف تقدیم می کنیم. در محضر امامین عسکریین هستیم. پدر بزرگ و پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام در اینجا مدفون هستند. اینجا خانه پدری حضرت حجت علیه السلامه. مادر بزرگوار و عمه بزرگوارشون در این مکان نورانی مدفون هستند. حضرت در اینجا به دنیا آمدند، در اینجا اوان کودکی رو سپری کردند، از اینجا غیبت صغرای شریفشون رو آغاز کردند. لذا اتفاقات مهمی در تاریخ مهدویت در اینجا رقم خورده و جملگی زائرانی که اینجا مشرف میشند بسیار عشقبازی میکنند با وجود نورانی حضرت حجت علیه السلام. جاتون رو خالی میکنیم. لحظات ویژه‌ای است و اتفاقات خیلی خیلی قشنگی انشاءالله برای تک تک ما و شمایی که از قاب تلویزیون و قاب یاد خدای شبکه قرآن و معارف سیما انشاءالله مشرف میشید به زیارت حضرات امامین عسکریین. انشاءالله رقم بخوره و در این ایامی که ایام 40 سید سالار شهیدان هست، جملگی زوار ابا عبدالله علیه السلام بسیاری بعد از زیارت کربلا، بعضی قبل از اینکه مشرف بشن به کربلای معلا برنامه ریزی میکنند، به زیارت سامرا هم می آیند و در این حظ معنوی که اینجا رقم میخوره دو امام معصوم رو زیارت میکنند. ما هم از این فضای نورانی هم نایب الزیاره شما هستیم، هم مثل دیگر زوار ابا عبدالله علیه السلام دلمون رو روانه با صحنه‌سرای با صفای کربلای معلا میکنیم. هم نوا میشیم با زائران سید الشهدا علیه السلام که دارن زیارت 40 میخونن از راه دور و نزدیک. ما هم زمزمه خواهیم کرد این زیارت پربرکت رو که وجود نازنین امام عسکری که در اینجا مدفون هستند، زیارت 40 رو یکی از نشانه‌های انسان مؤمن دانستند. گوارای وجودتون بفرمایید. فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لانا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. باشه الهی که از نزدیک خداوند زیارت 40 روزیمون بکنه. از نزدیک بیاید، در مقابل صحنه‌سرای با صفای ابا عبدالله بایستید و در این ایام 40 زیارت 40 رو از نزدیک زمزمه بکنید. ان شاء الله ان شاء الله.
ما در تلیه برنامه امروز دعوت کردیم از برادر ارجمندم ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حاجی تهرانی که در خدمتشون هستیم. بهشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. ارادت قبول بشه انشالله. قربون شما. از شما بزرگوارانم قبول بشه انشالله که خدا قسمت همه عزیزان مشتاقان زیارت ابی عبدالله انشالله بکنه، روزی بکنه. زیارت اربعین رو در خدمتتون هستم. سلامت بشید. ممنونم. ما الان زیارت اربعین رو پخش کردیم و خلاصه دوستان زمزمه کردن بیننده های ما. شما دقایقی بخونید برای ما از صحن و سرای با صفای امامین عسکریین، دلمون رو پر بدیم به سمت کربلا. یا ابا عبدالله، دلها الحمدلله آماده است. چه اربعینی که کاروان رسید کربلا، کاروانی غم دیده، کاروانی سوخته دل. همه دیدن که زینب سر قبر افتاده، چشم او در سر حادثه کم سو شده است. یا الله یا الله، چشم او در اثر حادثه کم سو شده است. کمرش خم شده و دست به زانو شده است. یا ابا عبدالله، بیت بیت دل او از هم پاشیده شده. آخ بمیرم صورتش در اثر لطمه خراشیده شده. گفت برخیز حسین جانم، گفت برخیز که من زینب مجروح تو ام. چند روزیست که محو لب مجروح تو ام. عزیز برادرم، این 40 روز به من مثل 40 سال گذشت. پیر شد زینب تو تا که ز گودال گذشت. حسین جانم این رباب است که این گونه دلش ویران است. در پی قبر علی اصغر خود حیران است. آقا امام سجاد فرمود عزیزانم صبر کنید، یکی یکی قبرها رو معرفی کنند. فرموده باشه این قبر برادرم علی اکبر، این قبر عموزادم قاسم ابن حسن. اما یه لحظه دید صدا ناله ها بلنده، زینب داره کنار قبر برادر نوحه میکنه. صدا زد برادرم ببین رباب چه میکنه. گرچه من در اثر حادثه کم میبینم، ولی انگار در این دشت علم میبینم. دارد انگار علمدار تو بر میگردد. مش بردوش ببین یار تو بر میگردد. ای حسین خوب می
میشد اگر او چند قدم می آمد، خوب میشد اگر او تا به حرم می آمد. تا علی اصغر تو تشنه نمی مرد حسین، تا رقیه کمی افسوس نمیخورد حسین. دلها آماده است راستی دختر تو شرمنده، زج سیلی رخ نیلی سر تو شرمنده. وای از دختر و از یوسف بازار شدن، وای از مردم نااهل و خریدار شدن. این دو بیت و التماس دعا، سنگایی که پریده است به سوی سر تو، چه بلایی که نیاورده سر خواهر تو. ای حسین جانم، سرخی چشم خبر میدهد از دلخونی، سرخی چشم خبر میدهد از دلخونی. وای از آن لحظه که شد چوبه محمل خونی. ای حسین جانم، آرام جانم حسین، روح و روانم حسین، سالار زینب حسین، غم خار زینب حسین، درمان دردم حسین، دورت بگردم حسین. جا داره اگر اجازه بفرمایید در کنار مضجع امامین عسکری، کنار سرداب مقدس برای آقا امام زمانمون آرزوی سلامتی کنیم، برای قلب نازنینشون همه با هم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. آقا نفس شما همیشه گرم، دست شما درد نکنه، حظ بردیم، بهره مند شدیم. ان سالیان سال نفس بزنید برای اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله در میت شما بزرگواران ان سلامت. خب وقتتون بخیر و نیکی بینندگان عزیز، و تشکر میکنم بابت همراهیتون با یاد خدایی که ما از آستان نورانی امامین عسکریین داریم به شما تقدیمش میکنیم و البته جای شما رو خالی میکنیم در این فضای نورانی و معطر. و متذکر میشم و یادآوری میکنم که ما جملگی همکاران بنده با این قرار دلی که گذاشتیم، با این شفیع های فلسطینی، به نوعی ابراز همدردی داریم میکنیم با کودکان مظلوم و بیگناهی که در غزه دارن مظلومانه به شهادت میرسند، با زن و کودک و پیر و جوانی که بدون هیچ گناهی فقط به واسطه حب وطنشون، برای دفاع از وطنشون
مقاومت کردند و ایستادگی کردند و دچار ددمنشی رژیم غاصب صهیونیستی شدند و اونها هر روز دارند به شهادت میرسند. یاد اونها رو گرامی می‌داریم و البته برای مضمحل شدن این رژیم غاصب صهیونیستی هم دعا میکنیم. انشاءالله سنصلی فی القدس به فرموده رهبر معظم انقلاب به زودی در قدس شریف در مسجد الاقصی شریف، اولین قبله مسلمانان، نماز به جای بیاریم با از بین رفتن این قده سرطانی این رژیم غاصب صهیونیستی که البته ابزارهای قدرت رسانه‌ای رو الان او و همدستان او و این باند جنایتکاری که به فرموده حضرت آقا، این باند جنایتکاری که الان دارن در اسرائیل، در رژیم صهیونیستی، در فلسطین اشغالی این فجایع رو به بار میارن، باندهای رسانه‌ای دارن، بوقهای رسانه‌ای دارن که هم نوا و همسو داره از اونها حمایت میکنه و افکار جهانی رو به نوعی داره سوق میده که این وحشیگری اونها به درستی منتشر و منعکس نشه. این موضوعی بود که ما به نوعی در برنامه گذشته بهش پرداختیم که در زمان ابا عبدالله علیه السلام هم به نوعی همین اتفاقات رقم خورد. این بوقهای استکباری و اونهایی که رسانه‌های اطلاع رسانی در دستشون بود به این سبک و سیاق به نفع خودشون بهره برداری کردن. امروز هم انشاءالله همین موضوع رو به نوع دیگری ادامه خواهیم داد و با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی چهره نما پیش روتون خواهیم بود انشاءالله. حاج آقا سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت همه بینندگان محترم برنامه یاد خدا و برای همه بزرگواران آرزوی موفقیت و توفیق دارم انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. سالم باشید. من مقدمه‌ای که عرض کردم تقریبا فضای گفتگوی ما شکل گرفت و اتفاقاتی که امروز داره رقم میخوره و خیلی عجیبه. رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکای مستکبر میان کودک کشی میکنن، نسل کشی میکنن در غزه و به گونه اون رو توی اخبارشون اطلاع رسانی میکنن که اصلا گویی حق با اونها بوده و اونها اشتباهاً به قول معروف دارن به شهادت میرسن. همین اتفاق رو میبینید در زمان ابا عبدالله علیه السلام و بعد از اون هم رقم خورد. یعنی به گونه این دستگاه حکومت اموی و عباسی عمل کرد که حق رو به جانب خودش داد و خیلی از مردم عوام دچار شبهه و اشتباه شدن در تشخیص حق. دقیقاً همینطوره. ببینید من جلسه گذاشتم عرض کردم خدمتتون که جریان‌های طاغوتی وقتی میخوان به اون مقاصد خودشون برسن، برای تأمین مقاصدشون مرزهای اخلاق رو دیگه بهش پایبند نیستن، کاملا از این فضا عبور میکنن. صداقت، تعهدها و امثال اینها اصلا معنی براشون نداره. مهم اون هدفیه که میخوان بهش برسن، از هر راهی بتونن به اون هدف رو تأمین بکنن حرکت میکنن تا به اون هدفشون برسن. من یکی دو نمونه رو عرض کردم برای شما در جلسه گذشته. یکیش این بود که گاهی اوقات مغالطه‌های عجیب و غریبی رخ میده، مردم که قوه تحلیل این مغالطه ها رو ندارن باور میکنن که این جریان طاغوتی داره درست رفتار میکنه. من نمونه ای رو عرض بکنم. مثلا شما ببینید وقتی که وجود نازنین رسول خدا امیرالمؤمنین رو معرفی دارن میکنن به عنوان جانشین بعد از خودشون، خب خیلی از روایات تصریح داره بر این جانشینی. مثلا عرض کنم یک روایتی از وجود نازنین رسول خدا در جایگاه‌های مختلفی صادر شده، حتی در آخرین لحظات عمر حضرت صادر شده که حضرت در اونجا فرمودن که مثل امیرالمؤمنین مثل تو یا علی به من مثل هارون به موسی است، انت منی به منزلت هارون به موسی الا انه لا نبی بعدی. خب این روایت اومد، همه جهان اسلام میدونه یک همچین اتفاقی افتاده. حضرت امیرالمؤمنین رو دارن مناقب و جایگاهشون رو تطبیق میکنن بر هارون. خب نگاه میکنیم میبینیم هارون اسمت داره، هارون بعد از وجود نازنین موسی سلام الله علیه برترین خلقه در بنی اسرائیل. همه این مناقب رو رسول خدا میدن علی جان تو داری، واجب الطاعه، باید ازش اطاعت میکردن. خب اگر این رو بپذیریم باید بپذیریم که دیگه امیرالمؤمنین خلیفه بعد از رسول خدا خواهد بود. اما شما نگاه بکنید وقتی که جریان طاغوت میخواد توجیه بکنه، دست
جامعه دینی رو از امیرالمومنین از این واقعیت بزرگ کوتاه بکنه، مغالطه رو شروع میکنه. مثلا یه شخصیتی از علمای اهل سنت واسطیه، ایشون میگه ببینید اصلا کار رسول خدا اصلا رسول خدا نیومدن علی رو انتخاب بکنن به عنوان خلیفه بعد از خودشون، چرا این حرف رو دارید میزنید؟ بعد یه دفعه ببینید چه حرف ناراحت کننده ای میزنه. میگه ببینید یک بار موسی اومد هارون رو خلیفه خودش کرد، دیدید چه فاجعه ای رخ داد؟ چه فاجعه ای رخ داد؟ میگه ببینید موسی اومد که اخلفنی فی قومی، ما در قرآن میخونیم که وقتی که جناب موسی رفتن به کوه طور، هارون سلام الله علیه رو قرآن فرماد که خلیفه خودش کرد. ماجرای سامری رو نسبت به این ماجرا. بله، میگه ببینید این کارو کرد. این اتفاق که افتاد عبارتش اینه لم یحصل من استخلاف هارون الا الفتنه العظیمه. میگه که ببین اصلا این وقتی این کار کرد والفساد الکبیر به عبادت بنی اسرائیل العجل. میگه یعنی چی؟ میگه ببینید وقتی اومد این کارو کرد، اومد تو کار خدا مداخله کرد، کارو دست خدا نسپرد. این نه ایشون بگه، بعضی دیگه هم میگن، بعضی از حکمای دیگه مثلا اهل سنت هم این حرفو میزنن، میگه که رسول خدا نگاه کردید موسی کارو به دست خدا نسپرد، دخالت کرد تو این کار، اومد خودش یه جانشین انتخاب کرد، بعد چه ثمره‌ای شد؟ مردم گوساله پرست شدن. تطبیق بدترش اینه، میگه که شما نگاه بکنید در مورد علی کذالک حصل من استخلاف علی ایزن. اگر شما یه دوره نگاه کردیم که امیرالمومنین اومد خلیفه شد دیگه، ببین چه کار کرد، چه بلایی سر جامعه دینی اومد. مغالطه اینجا شروع میشه. میگه ما نگاه میکنیم میبینیم که چقدر کشتار شد در جمل و صفین. ببینید علی نمیتونست جامعه رو اداره بکنه. این چه حرف ناراستیه داری میزنید؟ وقتی که میخوان یه دفعه خودشون رو توجیه بکنن، تمام مرزهای حق رو زیر پا میگذارن. من حالا به شما عرض بکنم، مگه امیرالمومنین جمل رو شروع کرد؟ مگه امیرالمومنین صفین رو شروع کرد؟ شما در واقعه جمل میدونید، در حالا کتاب الجملی که نوشته شده در ابن ابی‌الحدید، در کتب مختلف تاریخی وقتی داره جمل تحلیل میشه، جملی واقعی ساده‌ای که نبود. بزرگانی از صحابه در مقابل امیرالمومنین صف کشیدن که بعضیشون شمشیر وقتی میزدن قلب رسول خدا رو شاد میکردن با کاراشون، اومدن در مقابل امیرالمومنین صف کشی کردن. خب شما اینا رو نگاه بکنید، مگه امیرالمومنین شروع کننده این کار بود؟ اصلا چرا جمل داره رخ میده؟ این چه حرف نادرستی داره میزنه؟ امیرالمومنین روز اول که روی منبر رفتن، بر فراز منبر نشستن، چون ذائقه امت تغییر کرده، طاقت یک کلمه امیرالمومنین رو نداشتن. امیرالمومنین چه فهمیدن؟ فهمیدن مردم تا امروز همه شما سهم‌های متفاوتی از بیت المال می‌بردید، ولی من مثل برادرم رسول خدا عمل می‌کنم که همه در بیت المال مساوی بودن. معنی نداره که یک کسی به خاطر قومش، عشیرش، عصبیتی که هست، قبیلش، نمیدونم امثال اینها، بخواد چندین برابر دیگران سهم و رانت ببره از بیت المال. معنی نداره، همه مساویان. جامعه‌ای که 24-5 سال از رسول خدا گذشته عادت کرده به این شکل حکومت داری، برنتافت امیرالمومنین رو. حتی بعضی از نزدیکان امیرالمومنین مثل سهل ابن حنیف، حالا دیگرانی بماند مثل ولید و امثال اینها رو که اصلا حسابشون جداست، مثل سهل ابن حنیف که بعدها والی امیرالمومنین میشه، بلند شد اعتراض کرد، گفت یا علی، یعنی من با این بنده غلام خودم که پیش من کار میکنه، من و این یکی یه جور از سهم ببریم؟ حضرت بله، چه فرقی میکنه؟ نه تو، بلکه من هم مثل شما از این بیت المال سهم برم. همین کلام امیرالمومنین باعث شد یه گروهی گفتن که حالا یه فکری بکنیم، رفتن و جمل رو برپا کردن. از همونجا جرقه جدایی. این بی انصاف نمیگه که علی پایه جمل رو نذاشت، دیگران جمل. شما میدونید در واقعه جمل اولین اعدام دست جمعی مسلمین توسط جریان جمل شکل گرفت و سرکردگان جمل. میدونید اینا وقتی اومدن در بصره بدون اینکه شمشیری کشیده بشه، سربازان امیرالمؤمنینی که محافظ فقط صندوقهای بیت المال بودن رو بی هیچ گناهی، چون اینا نماینده های خلیفه مسلمین بودن، بی هیچ گناهی گرفتن. ابن ابی‌الحدید میگه به نقل برخی از تواریخ حداقل 70 نفر و بعضی از نقل ها میگه 400 نفر رو گردن زدن.
خب امیرالمومنین در مقابل طغیان اگر میاد میایسته، امیرالمومنین فتنه عظیم به پا کرده. مردمی که تاریخ نمیدونن میگن ای راست میگه دیگه، جمل به پا کرده، صفین به پا شده. نمیگن صفین رو کی به پا کرد. نمیگن شرحبیل کندی که جلسه گذشته عرض کردم چطوری داره میاد به تحریک معاویه شام رو بر علیه امیرالمومنین بناحق شروع میکنه. حالا انشالله اگر خدا عمری بده من در جلساتی عرض خواهم کرد که اینها اینطور نبود که امیرالمومنین رو نشناسن، خوبم میشناختن. بله. مغالطه های تاریخی گاهی اوقات کاری میکنه که حق اونطوری که باید نشان داده بشه نشان داده نمیشه و مردم دچار خلط میشن، دچار اشتباه میشن، درکشون دیگه از تاریخ درک درستی نیست. و همین ها از خزانه بیت المال به ناحق بیش از اون که باید برداشتن، اون لقمه های حرام رو بردن در خانه خودشون، در زندگی خودشون. و بعد نسل اونها شدن کسانی که ابا عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسوندن. که حضرت فرمود اینها میدانن من کی هستم، اما چون شکمهاشون انباشته از لقمه حرامه من حرام نمیشنوند. اون یه نکته‌ای داره، بذارید عرض میکنم تو همین جلسه اگر انشاءالله برسیم عرض میکنم که یک نکته بسیار ظریف و دقیق داره. اگر خدا عمری داد نشد در جلسه بعد عرض خواهم کرد انشاءالله. نمونه های اینها در تاریخ زیاده که بی انصافی هایی شد برای رسیدن به اون مقصودشون. مرحوم شیخ فضل الله نوری وقتی اومدن، مرحوم شیخ فضل الله حرف عجیبی نزدن، فرمودن که آقا این شما میخواید مشروطه‌ای بیارید، این مشروطه ما جامعه شیعه هستیم، 1400 سال اندیشه شیعه بر محوریت کلام وحی در این جامعه وجود داشته، بیایید این مشروطه شما چی باشه؟ مشروعه باشه. این که حرف بدی نزد. به شما بگم خیلی جالب بود وقتی جناب آخوند خراسانی میبینن که ایشون حمایت نمیشه، از عراق نامه میزنن. آخوند خراسانی در اون زمان مرجع تام شیعه است، همه زیر بلیتشن. ایشون یک نامه زدن در تایید شیخ فضل الله که شیخ فضل الله باید حمایت بشود. نامه بلافاصله وقتی به تهران رسید، اون جریان هایی که موافق ایشون نبودن، جریان هایی که متمایل به غرب بودن، اون تقی‌زاده هایی که بلند میشدن میگفتن که ما از سر تا پا باید تقلید بکنیم از غرب و بر نمیتافتن جریان نظام شیعی رو، میدونید چی کار کردن؟ اولا این نامه رو بایکوت که خبری کردن. این اولین کارشون بود. جالب اینجاست بعد که بایکوت خبری کردن بلافاصله یکی دو روز بعد جعل نامه کردن برای رسیدن مقصودشون، کاری نداشت براشون. اومدن در تمام رسانه ها اعلام کردن که جناب آخوند خراسانی گفته این شیخ چیکار داره در تهران میکنه، چرا بر علیه مواضع ما بلند شده، چرا بر علیه شیعه بلند شده. همین شد که بعدها اومدن در همین تهران مرجع شیعه رو بر دار بردن و مردم نگاه کردن. باور برای مردم درست شده بود که ایشون داره به خطا میره. خیلی راحت با رسانه ها این کار دارن میکنن. امروز خیلی راحت رسانه ها داره این کار رو میکنه، باورسازی دارن برای مردم میکنن. یکی دیگه از اون روش هایی که جریان طاغوت برای اینکه بخواد باورهای مردم رو تغییر بده، اینی که تا زمانی که مردم با ولی خدا ارتباط دارن، از اون چشم سار اصیل دارن پیام رو میگیرن، طاغوت نمیتونه کار خودش رو بکنه. باید ارتباط با ولی خدا قطع بشه. حالا شما چه کار دارن؟ اینا چه کار کردن؟ ببینید شما معاویه وقتی میاد روی کار، برای اینکه اصلا مردم با اندیشه امیرالمؤمنین، با اندیشه طرفداران امیرالمؤمنین مواجه نشن، این بسترهاست بعدا میرسه به کربلا ها. کربلا ایجاد میکنه ها. صحبت ما اینجاست. معاویه نامه مینویسه. یه وقت به مغیره گفتش که وقتی میخواست مغیره رو نصب بکنه برای ولایت کوفه، یه عبارت بهش گفت لا تتحتم عن شتم علی و ذمه. یادت باشه ها، وقتی رفتی اونجا والی شدی نکنی یه دفعه سب و لعن علی رو کنار بذاری و شروع کن تا میتونی روی منبر به علی سب و لعنش کن. مؤمنین مردم شنیده بودن که سب و لعن مؤمن جایز نیست. اونا میگفتن پس حتما علی جا مؤمن نبوده که این اتفاق داره میفته. در شام میگفتن حتما علی مؤمن نبوده که خلیفه مسلمین داره اینطوری لعنش میکنه. باور شده بود که امیرالمؤمنین مؤمن نیست، مسلمان نیست. لا اله الا و عجیبه وقتی که از مروان یه وقتی سوال کردن، گفتم ما چرا اینقدر دیگه علی رو لعن بکنیم؟ بس دیگه حالا شما که حکومت رو گرفتید. یه عبارتی میگه خیلی عجیبه. ایشون گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذلک.
کار ما جلو نمیره الا با لعن علی. اگر این کارو نکنیم، مردم برن با حقیقت و واقعیت وجودی علی آشنا بشن، کار ما جلو نمیره. مردم اگر زیبایی‌های رفتاری امیرالمؤمنین رو دیدن، دیگه نمیان سراغ این حکومت ظالم، دیگه نمیان سراغ حکومتی که فاصله طبقاتی براش شده یک ارزش و اولویت. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. سلامت باشید. در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب ارادت به ساحت اهل بیت علیهم السلام هزینه داشته. مردم هزینه پرداخت میکردن برای دوست داشتن امیرالمؤمنین، برای دوست داشتن حضرات معصومین علیهم السلام، و بابت این هزینه دادن و هزینه پرداخت کردن اسلام رو سر پا نگه داشتن و این پرچم با زحمت و با مرارت و با خون ریختن ها امروز به دست ما رسیده. و اگر میبینید امروز این پیاده روی مشایع ابا عبدالله علیه السلام در امنیت و اقتدار کامل برپا و برگزار میشه، به برکت اون جانفشانی ها و خون های پاکی است که بر زمین ریخته شده. یه بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم باهاتون همراه. نکنه به زور برگشته، اونقدر صداش زدم که از دل تنور برگشته. نکنه به زور برگشته، تا که دید خراب تاریک میترسم نور برگشته. نور برگشته. ما از حرم بودیم، تو جمع کم بودیم، ما محترم بودیم، بی احترامی شد، رو خار رفتیم و ناچار رفتیم و بازار رفتیم و بی احترامی شد. رسیدن روی نیز قرآنم، ایمو پریشانم، ایمو پریشانم. خب وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و بیننده یاد خدای شبکه قرآن و معارف سیما و کماکان با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی چهره‌نما پیش روی شما هستیم. در بخش قبلی پرداختیم به اون فضاسازی که به ناحق شکل دادند اون مستکبران زمان و ممنوعیت هایی که ایجاد کردند برای ارادت هایی که به ساحت حضرات معصومین علیهم السلام بود. خب و بخشی از مردم هم عوام هستند دیگه، به دنبال اون حرکت میکنن بدون تحقیق، بدون بررسی، بدون واکاوی. و در این بخش هم در خدمت شما هستیم که ادامه بدیم موضوع رو. بلافاصله بعد از رسول خدا ارجاع میدادن مردم رو به دیگران. مثلا باران نمی آمد یه مدت در مدینه، گفتن که خب چیکار بکنیم، به کی پناه ببریم؟ سریع دستگاه خلافت مردم رو ارجاع میداد، بلند شید بریم در خونه عباس، عموی رسول خدا، ایشون بزرگ ماست، برای ما شروع کنن دعا بکنن، طلب باران بکنن. عباس انسان بزرگیه ها، اما ایشون یادمون باشه در بدر در مقابل رسول خدا اومده شمشیر کشیده در بدر، نه از مسلمانان نخستینه، بلکه در بدر در مقابل رسول خدا شمشیر کشید، به اسارت گرفته شد. عباس شخصیتی که در فتح مکه تازه مسلمان شده، تازه رسول خدا یکی دو سال بعد از دنیا رفتن رسول خدا اون زمان تازه مسلمان شده. اما جریان دستگاه خلافت برای اینکه از امیرالمؤمنین دور بکنه مردم رو، همه رو داره ارجاع میده بریم در خونه عباس. اگر هم قرار جایی بریم در بنی هاشم، عباس موضوعیت داره. کاری کردن برای خیلی از اینا باور شده بود که اینها جایگاه والایی دارن. اگر میخواستم مسئله پرسم گفتن ابن عباس. آقا ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنینه، اصلا سنی نداشته تو دوره رسول خدا. بله.
ابن عباس رو میدونید امروز جامعه اهل سنت بهش میگن حبر امت، یعنی بزرگترین عالم امت. چرا باید این اتفاق بیفته؟ بزرگترین مفسر امت ابن عباس چرا باید باشه؟ چون در جریان‌های دستگاه خلافت ارجاع میدادن به سمت ابن عباس. من نکته ای رو عرض کنم، نه فقط ابن عباس، در همون زمانی که امام حسین علیه السلام بودن، امام حسن علیه السلام بودن، ابن عباس امیرالمؤمنین بودن، ارجاع به ابن عباس هاست. نه ابن عباس، درد اینجاست که یه دفعه در یک جامعه دینی اسلامی یه شخصی مثل کعب الاحبار، بزرگ یهودیان زمان، در بیت المقدس میاد مسلمان میشه، میاد در دستگاه خلافت به عنوان رقیب امیرالمؤمنین و اهل بیت شیخ الاسلام میشه. همه ارجاعات به سمت اون میره. من یک روایت تاریخی دیدم خیلی برام دردناک بود که در جلسه نشستن، امیرالمؤمنین هست، صحابه رسول خدا هستن، خلیفه دوم یه دفعه از ایشون سوال میکنه، از کعب الاحبار، میگه میشه خدا رو برای ما توصیف بکنید؟ خب از این همه از امیرالمؤمنین بپرس که در کنار رسول خدا بوده. تا گفت اون هم یه دفعه برگشت تمام آموزه های تورات و بنی اسرائیل رو شروع کرد بیان کردن. گفت بله خداوند بر صخره‌ای بود که در بیت الصخر هست. بیت الصخر همین مسجدی که مردم خیال میکنن قدسیه که ما بهش میگیم قدسه، مسجدی گنبد طلایی داره. بله. اون بیت الصخره، در صورتی که بیت المقدس یه مسجد کوچکی کنار اونجاست، گنبد سیاه رنگی داره. مسجد الاقصی در مجاورت اون هست، اون چیزی که مشهور شده با گنبد طلایی بیت الصخر. بیت الصخر. گفت خداوند این بیت الصخر یه صخره بزرگی داره، راست خیلی مقدسه برای مسیحیان و یهودیان، از باب اینکه بنا به نقلی اونجا رسول گرامی پاشونو بر اون صخره گذاشتن و به معراج رفتن، از اون بابت بیت الصخر مشهور شد. این صخره، گفت بله خداوند، حالا ببینید توحید رو چجوری داره معرفی میکنه، خداوند مجسم بر اون بیت الصخر قبل از اینکه بر اون صخره قبل از خلقت آدم گفتش که بله اینجا خونش بوده و بعد مأوا بوده و بعد می‌خواست دریاها رو خلق بکنه، آب دهان انداخت. تا اینا رو گفت امیرالمؤمنین ناراحت شدن، بلند شدن از توی جلسه دامن عربیشون رو تکاندن، معنی داشتین، یعنی من بیزارم از این جلسه و این حرفایی که داره رد و بدل میشه. امیرالمؤمنین تو حاشیه قرار میگیره. تا این رو دیدن خلیفه دوم یه دفعه به امیرالمؤمنین گفتش که یا ابوالحسن چی شد؟ بشین ببینم برای چی این کارو کردی؟ حسن من بیزارم از این حرفا. گفت خب حالا تو خدا رو برای ما توصیف کن. حالا تو خدا رو توصیف کن. امیرالمؤمنین یه خطبه بلندی در اونجا در حوزه توحید داره. اونجا آدم میفهمه فرق توحید امیرالمؤمنین با توحید دستگاه خلافت چیه. امروز اصلا چرا ما میگیم خدایی که امیرالمؤمنین معرفی کرده، خدایی که اهل بیت معرفی کردن با خدای دیگران خیلی متفاوته؟ شما مستحضرید امروز خدای مثلا اهل سنت یک خدای مجسمه. چرا ابا عبدالله الحسین فرمودن که الا ان السنه قد امیتت و ان البدع قد احیت؟ سنت ها از بین رفت، حقایق از بین رفت، توحید از بین رفت. حضرت من به خاطر این بلند شدم. خیلی نظاممند و آرام داره این اتفاق میفته. رقیب ها دارن توحید رو مردم معرفی میکنن. به نظر نکته خوبی بود که شما اشاره کردید. حالا ماجرای معاویه داریم، خیلی هم زیاد داریم. همین کعب الاحبار رو که شما اشاره کردید، ابو هریره از زمانی که او مسلمان میشه تا زمانی که از دنیا میره، اگه یه حساب و کتاب خیلی ساده انجام بدین، چون چندین هزار حدیث رو از او نقل کردن. یعنی اگه بگیم علی دوام هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدیث شنیده باشه که اینطور نبوده، چون انطباق زمانی او با پیامبر یه مدت کوتاهی بوده، باز هم این تعداد حدیث نمیشه. خب مشخصه که این تعداد حدیث خب میتونه غیر واقعی باشه. کارها داره میشه و اینها باور ایجاد کرده. یعنی ببینید این بسترها رو ما داریم میگیم چجوری ایجاد شده. این بسترها، بس سوال ما الان اینه چرا مردم سراغ امام حسین نمی اومدن و چرا بعدها در تقابل با ابا عبدالله قرار گرفتن؟ بسترها نم ایجاد شده برای این مردم. ببینید شما امام سجاد سلام الله علیه بعد از ابا عبدالله الحسین هستن در مدینه، اما کرسی درس برای امام سجاد نیست، برای دیگرانه. امام سجاد کرسی درس ندارن، مجبور حضرت با صحیفه سجادی جلو بیاد. بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضرت عالی از توضیحاتتون. مهم اینه که در این غبار رسانه‌ای که در هر عرصه استکبار ایجاد میکنه برای اینکه سمت و سوی خودش رو به سمت باطل
پیش ببره ما راه رو گم نکنیم، ما به درستی بتونیم راه رو تشخیص بدیم، در اون دوراهی ها و در اون بزنگاه ها بتونیم حق رو تشخیص بدیم و دنبال روی حق باشیم که انشاءالله با بصیرت، با پافشاری بر آنچه که توصیه شده از سوی اهل بیت علیهم السلام میتوانیم راه رو به درستی تشخیص بدیم. خیلی ممنونم از شما از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که یاد خدای دیگری رو دیدید. الهی که اهل خدا باشیم و اهل یاد خدا بودن. بدرود. خدا نگهدار.